سلام به تو دوست عزیزم. خیلی خوشحالم که وارد دوره شدی، خواستی هوش مصنوعی ساختمان رو یاد بگیری و به من اعتماد کردی. من بهتون قول میدم بعد از این پروژه همتون میتونید وارد بازار کار بشید، میتونید پروژه بگیرید، هیچ ترسی نداشته باشید اینکه اولین پروژه‌تون رو میخواید بگیرید. ما تو همه مراحل پشتتون هستیم، چه پشتیبانی فنی باشه، چه بحث حالا بازاریابی باشه که به چه صورتی بازاریابیمون رو انجام بدیم که جواب بهتری بگیریم. بحث تامین متریال و جنساتون رو اگر خواسته باشید از ما تهیه کنید، شرایطش به این صورته که ما به دانشجوی خودمون جنس چه تک بخوان چه عمده بخوان به قیمت عمده حساب میکنیم. یه پروژه 100 میلیونی کار نصبش یه روزه تمام میشه، یه روز صبح تا بعد از ظهر کار نصبتون تموم شده، حالا هر چقدر که دستتون تندتر باشه، نهایتا 2 روزه. و یه مبلغ 35 میلیون تومانی میتونید توی 2 روز کار انجام بدید. حالا اگه شاگردی دم دستتون باشه، بختیار باشید شاگرد داشته باشید که پروژه سنگین‌تر هم باشه، باز یه روزه میتونید جمعش کنید. اینو من دارم برای نصب یک نفر میگم که این تایم زمان بره. بعد خب بریم سر بحث برندا که آقا ما بالاخره چه برندی کار کنیم که مثلا کارفرما نیاد یه بار کار کنه هی بخواد به ما زنگ بزنه، از اون ما بده نشیم که بگن آقا هوشمندسازی خوب نیست، جنسش خوب نبود و اینجور مسائل. چون توی بازار ایران متاسفانه الان خیلی برند داریم، خیلی برندهای خانه هوشمند شاید بگم 200 رو راحت من شنیدم. همین الان هم یه برندایی میشنوم که اصلا دفعه اول به گوشم میخوره که اصطلاحاً به این برندا میگن برندهای نونیم. اسم دارن توی ایران ولی شرکت مبدأ خاصی ندارن. به عنوان مثال شما 10 میلیارد 20 میلیارد سرمایه داشته باشی، میتونی برند خانه هوشمند خودت رو تولید کنی، با طرف چینی صحبت میکنی، درخواست میدی و با لوگو برند خودت اون تجهیزات تولید میشه و به بهره برداری میرسه. ما با اون برنده کار نداریم، نمیگیم تو این دوره چه برندی بده، ولی میگیم چه برندی خوبه کار کنید. و ما هم خودمون 6 سال کار کردیم، پشتیبانی خیلی کمی داشته بوده، گاهن پروژه‌ای که ما 3 سال پشتیبانی فنی یه دونه کوچولو هم نداشتیم. ما برندی که تخصصی کار میکنیم مجموعه خودمون برای نصب برند اوربیو هستش که اپلیکیشن خیلی قشنگی داره و دستتون تو برنامه دادن بهش خیلی بازه. خیلی آپشنایی میشه از برند اوریو گرفت که توی برند دیگه نمیشه گرفت. و خبر خوبی که ماها رو خیلی خوشحال کرد اینه که سرورای این خانه هوشمند هم داخل ایران فعال شده. یعنی شما دیگه نگران فیلترینگ و اینترنت ملی و اینجور چیزا نیستی، چون سروراش داخل خود ایران هستش و سرعت خیلی بالایی داره و اون هنگی و باگی سیستم‌های بی سی رو مثل سابق نداره و سرعت عملش خیلی بالایی. میتونم بگم خطاش 1/100 هم نیست. بعد برند اورویو چه کارایی میشه باش کرد؟ من یکی از آپشن‌ها رو توضیح میدم برای اینکه درک کنید که با چه برندی دارید کار میکنید و چه کیفیتی و تا چه سطحی حتی میتونید آپشناتون رو اجرا کنید به مشتری معرفی کنید. بحث هوشمندسازی ساختمان صرفاً این نیستش که شما بیاید روشنایی بیاد روی چراغ، کولر بیارید روشنایی چراغ رو بیاد روی اپلیکیشن موبایل، یا کولر و اینا رو بیاید با اپلیکیشن موبایل کنترل کنید. مثلا من میخوام چراغ آشپزخونه رو خاموش روشن کنم از راه دور، بیام برم تو اپلیکیشن بزنم آقا پل اول آشپزخونه، پل دوم، پل سوم خاموش. خب این از نظر من هوشمندسازی حساب نمیشه، این فقط ارتباط از راه دوره که میتونید خونه رو کنترل کنید. شما آپشنی که میتونید روی برند اوریو اجرا کنید چیه؟ میتونید یه دکمه خروج منزل تعیین کنید روی موبایل و روی تاچ پنل که حالا در آینده میگیم تاچ پنل چیه و 0 تا 100 تو دوره بهتون گفتیم. یه دکمه میذارید به عنوان دکمه خروج از منزل. کارفرما این دکمه رو که بزنه برقا دونه دونه شروع میکنه به خاموش شدن از اتاق آخر که این کاملا دست خودتون چطوری بهش برنامه بدین. ما مثلا میگیم هر 2 ثانیه یه پلمون خاموشه یا یه اتاقمون هر 1 ثانیه خاموشه که کارفرما دیگه نه دنبال میگره دونه دونه پلا رو از روی تاچ پنل یا روی موبایل بخواد خاموش کنه. باز اینم وقتگیره، صرفه جویی میشه بهتر هست ولی بازم وقتگیره. ما دنبال اینیم که کارفرما یه دکمه رو بزنه به عنوان دکمه خروج، چراغا با نظم و ترتیب خاموش بشه، پرده‌های برقی اگر کار شده بسته بشه و اینکه سیستم امنیتی فعال بشه. تا اینجای کار باز قشنگتر شد، ولی اون شیره‌ای که میشه از برند اوریو گرفت که تو برندهای دیگه من ندیدم، حداقل شاید باشه من ندیدم، اینه که همون دکمه خروج از منزلی که زده شد و چراغا و پرده همه اینا اتفاق افتاد، طرف حالا 8 شب شده هنوز نیومده خونه. یعنی چی؟ یعنی هنوز دکمه ورود به منزل رو نزده، اصلا رفته مسافرت 1 هفته‌ای. چه اتفاقی میفته؟
ساعت اگر به 8 شب برسه هر روز و چراغا و ورود به منزل خورده نشه، کلیدش زده نشه، چراغا 8 شب روشن میشه، دوباره 8 و نیم خاموش میشه، 9 روشن میشه، 9:45 دقیقه خاموش میشه. این تایماش همش دست خودتونه که حس حضور یک فرد توی اون خونه حس بشه، در صورتی که طرف توی خونه نیستش و دوباره ساعت 12:01 شب همه چراغا خاموش میشه. تا زمانی که دکمه ورود به منزل زده نشه این اتفاق میافته. میخواد 2 روز باشه، میخواد 1 ماه باشه. این وجه تمایزی، این آپشنایی که میشه رو برند اولویو کار کرد و توی بازاریابی وقتی کارفرمایی میاد پیش شما و با توجه به اینکه پیش همکارای دیگه هم رفته، وقتی میبینه شما یه همچین آپشنی بهش توضیح میدین، خب غالبا میاد با شما کار میکنه. چرا؟ چون خیلی از خونه هوشمندا ممکنه آپشن نشته باشه یا حتی همکارای ما هستن دارن با این برند کار میکنن ولی این ایدهش به ذهنشون نرسیده یا مثلا راهش رو پیدا نکردن که چجوری این آپشن رو فعال کنن. توی دوره ما ریز جزئیات رو بهتون میگیم، چه آپشنایی رو فعال کنید و چه تمایز داشته باشید با همکارایی که تو شهرتون دارن هوشمندسازی انجام میدن. کلیات اینا رو صحبت میکنیم. پس یه نتیجه گیری کنیم. ما راجع به قیمت صحبت کردیم، راجع به درصد همکاری صحبت کردیم و برند اوربیبو. برندهای دیگه این که ما تو این دوره کار میکنیم، برند گیکلینک هستش که سرور گیکلینک هم داخل ایران هستش و برند تویا جز برندایی که سرورش داخل ایران نیستش ولی میتونید به سرور به عنوان مثال عراق وصلید که مشکلی نداشته باشید و تویا رو برای این کار میکنیم که قیمت مناسب تری داره. یه سری پروژه ها ممکنه بخوان خیلی هزینه نکنن، به قول معروف بساز بفروش باشن، بگی آقا من میخوام یه لمسی باشه و یه ارتباط با موبایل که نمیخوام اونقدر هزینه کنم، میاد سمت تویا کار میکنه که همه اینا رو آموزشش رو بهتون میدن. بعد یه نکته دیگه هم بگم راجع به قیمت هوشمندسازی. حالا ما با برند اوربیو که بهترین برند بازار رو در نظر میگیریم، آقا هوشمندسازی چقدر میتونیم ما هوشمندسازی کنیم؟ خیلی کارفرما به خاطر اینکه هوشمندسازی فکر میکنن گرونه اصلا نمیان ببینن آپشنش چی هست، ولی شما برخوری از زمان تاسیسات میرید وارد ساختمون میشی، میتونی راحت‌تر پرزنتش کنی. یا نه فقط میخوای بحث هوشمندسازی ساختمان باشه کارتون، فعالیتتون، تازه میخوای شروع کنید، میرید با مهندسین مجری، با پیمانکارا صحبت میکنید، کارتون معرفی میکنید یا با کارفرماها مستقیما آپشن رو توضیح میدید، خیلی راغب‌تر میشن. یعنی پروژه‌ای میان غالبا سمت ما هنوز که هنوزه طرف ساخته نمیرسه هوشمندسازی چی هستن، چه آپشنی داره، فقط شنیده خانه هوشمند داریم، اومده میگه حالا آقا نمیشه من هوشمند کنم. چرا میشه هوشمند کنه؟ پروژه‌ای که ساخته شده باشن میشه هوشمند کرد، ولی بهتره که در حال ساخت باشه که ما همه آپشن‌ها رو بتونیم اجرایی کنیم. شما شاید توی پروژه ساخته شده 20-30% آپشن‌ها رو نتونید اجرا کنید ولی اکثر آپشن‌ها رو تو برندهای دیگه میشه اجرا کرد. بعد حالا کف و سقف قیمت هوشمندسازی چنده آقا؟ حداقل قیمتی که میشه یه واحد هوشمند کرد، حداقل قیمتی که میشه یه واحد هوشمند کرد توی تاریخ الان که برج 3 403 هستیم، یه واحد آپارتمانی 70-80 متره رو که کلیداش لمسی بشه، این روشن خاموش شدن چراغا هم داشته باشه، همین آپشنی که توضیح دادم، و بتونیم کولر گازی، تلویزیون و ریسیور ماهواره، سیستم صوتی، هر تجهیزاتی که ریموت داره هم از راه دور کنترل کنیم رو اپلیکیشن موبایلمون بیاد، حداقلش میتونید با 17 تومن شروع به هوشمندسازی کنید یه واحد. پس هوشمندسازی گرون نیستش. این نکته رو اول از همه باید به کارفرماها بگید، اونایی که مخصوصا حالا تو کار ساخت و ساز هستن و میخوان که حالا قیمت پایین‌تر بشه و میره الا ماشاءالله. یعنی ما پروژه هوشمند داریم، پروژه ویلایی شخصی سازه. ویلای شخصی ساز معمولا فاکتورشون بالا در میاد. طرف اومده مثلا پروژه هوشمند کار کنه، تاچ پنل مثلا 3 اینچی نخواسته، گفته تاچ پنل تاپ تو واسه من بذار. خیلی اختلاف قیمت داره. یه دفعه رو 15 میلیون تومان قیمت تاچ پنل میاد روی 70-80 میلیون تومان فقط روی قیمت تاچ پنل. یا بستگی به آپشن‌ها داره، حجم پروژه بزرگ باشه تعداد کلیدای بیشتری داره. ما پروژه داشتیم با 200 تومان جمعش کردیم، پروژه داشتیم با 150 تومان جمع شده، پروژه داشتیم با 300 تومان هم جمع شده، اگر می‌خواست میشد بیشتر هم هزینه کنه. کلیاتش به این صورت بستگی به آپشن‌ها داره. شما باید ببینید که پکیجی که می‌خواید بچینید کارفرماتون شخصی ساز چقدر میخواد هزینه کنه که بیاد مثلا این تاچ پنل 1300 دلاری بهش معرفی کنه یا تاچ پنل 260 دلاری به عنوان مثال، یا حتی تاچ پنل نذاری اصلا سر پروژه و هاب مرکزی بذاری که اینا رو حالا بهتون
تو جلسه اول و دوم توضیح میدم به چه صورتی از تفاوتش. کلیات کار به این صورته. خب دیگه خیلی سرتون درد نیارم، بریم دوره رو شروع کنیم. انشالله که بعد از دوره هممون هوشمندسازای خوبی میشیم، هستید و پشتیبانی ما هم دارید. و یه نکته هم بگم راجع به بحث شوروم. اگر شما بخواید نمایندگی ما رو، مستقیم ما رو دریافت کنید که اگر پروژه به ما خورد تو منطقه شما بود، مستقیم ما به خودتون ارجاعش بدین، نیازمند فعالسازی شوروم تو منطقه است. شما میتونید یه شوروم رو تهیه کنید که درصدای شوروم ما بدون سوده، یعنی هیچ سودی از شما سر شوروم نمیگیرید. و اینکه حالا یه سری آیتم‌های بیشتری دارید، پشتیبانی بهتری دارید، زمان بیشتری واسهتون گذاشته میشه. این به این معنی نیستش که دوستانی که شوروم نزنن، نمایندگی ما رو نگیرن، فقط صرفا تو دوره شرکت کردن. نه، شما هم میتونید از پشتیبانی استفاده کنید، ولی برای حضور در پروژه‌هاتون یا گیرای خیلی تخصصی تر، خب قطعا ما باید وقت بیشتری رو برای نماینده هامون بذاریم. خب دیگه سرتون درد نیارم، بریم با هم دوره شروع کنیم. ان شاءالله که همتون موفق باشید.